امروز در خدمت بهناز جون هستم، مشتریمون که برای پک فشال اومدن، برای پروتئین تراپی، برای اسکراب. هم خودشون هم دختر نازنین. یه خود چالشی هست به خاطر اینکه یه دور موهاشون رو کامل شرابی زدن، شرابی بنفش، بعد دلشون رو زده بعد دوباره اومدن تمام دکولوره کردن. ولی خب تو این فاصله ما دوبار براشون پروتئینه کردیم. الان می‌بینید موهاشون چقدر براق و شفاف هست و اصلاً کشسانی نداره، با اینکه خب دو تا تغییر رنگ اساسی داشتن. حالا امروز قراره براتون چکار کنیم. بله لطفا. دیگه من خیالم راحته که شقایق جون هست اینجا و هر جور بخوام تغییر رنگ پس مثل موهای نگار جون براتون پرو آنزیم انجام میدم که هم احیای کامل داشته باشه هم لختی. محبت میکنید، خیلی هم ممنونم. اتمام کار موهاشون تکنیک پرو آنزیم انجام دادم. قبلش موها رو مقاوم سازی کردیم و یه احیا و صافی 90%. مبارکتون باشه. تنهایی روزای خوب تو میشه یکم ساده بگردی رو این چیزا حساسم.